خونه تو صندلی پشتم خون افتاد دست خود بودی دست اون بوده چی بوده اون خون هست رو صندلی پشتی هست شاید باشه الان نگاه کن جاشو بلدی دقیقا آره میامه شاید بره پیدا میکنه اونم خوب کردی حقش زنه با من دیگه داداش من قول بدادم با من هر چی خواستی به من تا الان رو اینطوریه من به قرآن نبودم 95 کیلو وزنم ولی 20 یاد نداره بعد چی شد تو ماشین رو من بگو سی اسم فرض اینو توی همیشه اصلا داغون شده بودی سر قایمیه ایران خوب کرد خوبش کرد حقش دیدم از خودش دفاع میکنم فلان خدا آدم میگیره به تد و تصویر نه آقا بعد آخرش چی دیدیم از خودش دفاع میکنه مثلا گفت من خلافم اینطوریه فعلا من ناراحت شده گفتم یه تمام زنان اینطوریه بعد گفتم تا اینطوری یه دونه سال گفتم دیدم پرت کنم بعد دوباره نسید مقاومت کرد تو ماشین کجا شد زدی؟ اول کجا شد زدی؟ چند ضربه بزدی؟ با چاقو رو چیکار کردی؟ چاقو رو همونجوری انداختم اونجا انداختیم